الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماه رمضان ماه عمل است. ماه رمضان ماه است که انسان باید هم با نفس خود هم با دیگران جهاد بکند. ماه رمضان ماه دمگیری یا ماه خواب روی نیست، بلکه این ماه عمل است. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، با روایت ابو هریره. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگویند بعضی از انسان‌های روزه‌دار برای او از روزه داشته‌اش هیچ فایده نیست. برای او از روزه داشته‌اش یگان فایده نیست مگر گرسنگی. ببینید، اگر شما روزه‌دار هستید نیت شما خالص نیست، یا که شما روزه‌دار هستید و دروغ میگویید، غیبت میکنید، به دیگران ضرر میرسانید، برای شما از روزه شما یگان فایده نیست مگر گرسنگی. در این ماه مبارک در نگاه کنیم، در قدیم در غزوه ها بودند، در معرکه ها بودند، یعنی در جنگ بودند که آنها در ماه مبارک روزه داشتند و جنگ میکردند. من برای شما در این صحبت چندین آن جنگ هایی که گذشته های من و شما، آنهایی که روزه را، ماه رمضان را ماه عبادت، ماه جهاد می نامیدند و جهاد می کردند، و بعضی از این جنگ ها را و برای شما از این جنگ ها گشرس خواهم کرد که اولین آن جنگ بدر است. جنگ بدر دویم رمضان شده است که در ماه رمضان شده است. غزوه البدر کبری می گویند و دویمین جنگی که مسلمان ها در ماه مبارک رمضان جنگ کردند این فتح مکه است که سال 8 هجری بود. و سیومین معرکه این بویب که فتح مسلمان ها با فارس ها یکی از منطقه های عراق به فتح میکنند، بویب 13 هجری شده است. چهارمین معرکه این قادسیه 15مین سال هجری در رمضان مسلمان ها با سرداری سعد بن وقاص فتح میکنند فارس ها را. و پنجمین معرکه این نوبه میگویند که 31 هجری نصر با قبض گفتگی مکان با سرداری عبدالله ابن ابی صرح فتح میکند. و ششمین فتحی که جزیره رودوس را 53 سال هجری در روم با سرداری جناده ابن ابی امیه فتح میکند. و هفتمین فتح این اندلس است که 92 سال هجری در رمضان با سرداری طارق ابن زیاد فتح می شود. و هشتمین فتح این فتح هندوستان و پاکستان است که سال 94 هجری در رمضان با سرداری قاسم بن محمد ثقفی فتح می شود. و نویمین فتحی که اموریه می گویند سال 223 هجری در رمضان پادشاه روم منع کرده بود بسیار شریعت های اسلام را، با سرداری معتصم فتح می کند. و دهمین فتح سرقوس می گویند که 234 هجری در رمضان این کلانترین شهر در جزیره صقلیه گفته که جا با سرداری جعفر ابن ابو محمد فتح می شود. 11مین معرکه حارم که 559 هجری در رمضان با نصر فرنج می شود. 12مین معرکه عین الجالوت می گویند که 658 هجری در رمضان با سرداری سلطان قدوس با تتری که تمام بسیار مسلمان ها را به قتل رسانده بود فتح می کند، جنگ می کند. و 13مین فتح این ارمنیا که 673 هجری در رمضان با سرداری ظاهر بربس
فتح می شود. و 14مین جنگ این شقحاب که 702 هجری رمضان نصر مسلمان ها با تتر در قریبی دمشق می شود. 15مین فتح بوسنا و هرسیک که 791 هجری در رمضان با سرداری سلطان عثمان مراد اول با صلیبی ها فتح می شود. و 16مین فتح قبرس که 829 هجری در رمضان بعد اینکه خریستیان ها قبرس را گرفته بودند با سرداری سلطان مملوک فتح می شود. این بعضی از فتح هایی که برادران عزیز من به شما گوشتراز کردم، این فتوحات و این جنگ ها در رمضان شده بود. من و شما امروز این ماه مبارک را اگرچه در جنگ ها اشتراک نداریم باید با عبادت گذرانیم و در این ماه مبارک بسیار قرآن خوانیم، زیرا این ماه مبارک قرآن است. قرآن نیز در این ماه مبارک نازل شده است. ما اقلا کتاب قرآن خوان باشیم در این ماه مبارک. علما وقتی که ماه رمضان می در آمد دیگر علم ها را ترک کرده به قرآن می زدند. ای بنده الله، هیچ وقت از قرآن دور نباش و کار دنیا را در این ماه مبارک ترک بکن، در عبادت الله باش. از الله میپرسم که هر یک عبادت من شما را در این ماه مبارک قبول بفرماید و به ما اخلاص و نیت و کوشش غیرت را نصیب ما گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.